یعنی عملی تو به تو همان وقت فایده دارد که نماز تو، روزه تو، حج تو اول بفهمی که لا اله الا الله چی معنی دارد. تو اول توحید رو بفهمی و شرک رو ترک بکنی. برای همین ما میگوییم و علما گفتند که لا اله الا الله همان وقت سبب نجات انسان می شود که انسان علم در بالای این کلمه داشته باشد، عالم معنای این کلمه باشد، دلالت های این کلمه رو فهمد. پس علم این شرط از شرط های صحت کلمه توحید است. کسی که نفهمید و ندانست لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. بارك الله فيكم وحياكم الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 51 از شرح کتاب دو امام بزرگ سلف صالح این امت، دو امام بزرگ فرقه ناجیه طائفة منصوره اهل السنة والجماعه، ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی هست. و ان شاء الله سبحانه و تعالی موضوع امروزه ما ادامه موضوع دیروزه، حکم عاذر المشرک است. ما در کتاب این امامان سلف صالح دیدیم که به اجماع نقل میکنند که و من شک فی کفره ممن یفهم ولا یجهل فهو کافر. هر کسی که شک کند در کفر کافر در حالتی که میداند و میفهمد جاهل نیست، پس او هم کافر است. یعنی حکم عاذری را گفته شدند. و دیروز درباره شرح عباره سلف صالح، اولین عاذری ها در زمان سلف صالح کی بودند و حکم این عاذری را سلف صالح چی دادند صحبت کردیم. اما حالا امروز به شما حجت ها را از قرآن و از سنت و اینچنین از اجماع صحابگان رضی الله عنهم و بعد از این اگر وقت به ما اجازت داد از همون علمای متقدمین تا ان همین روزه علما، هزار علما را ذکر میکنیم که عاذر المشرکه که علم دارد مشرک است. جاهل باشد در یگان مسائل، در یگان بگویم بالای یک ایده معینه اگر شبهه داشته باشد به او حجت رسانیده می شود و بعد از اینکه قبول نکرد تکفیر کرده می شود. اگر در این حلقه این همه رو بیان کرده نتوانستیم، حلقه آینده و غیره. من از برادران و خواهران موحدم خواهش میکنم که این مسائل را خوب دقت بدهند، بنویسند، از یاد بکنند، بفهمند و خود را از شبهات شبهه افکنان، از شبهات عاذری ها نجات بدهند تا که دین خود را حفظ کرده باشند. بارک الله فیکم. اولا بدانید که در بالای حکم عاذر المشرک سه مذهب وجود دارد. عاذر المشرک کیست؟ برای اینکه مسئله باری دیگر تصور شد. عاذر المشرک یک آدمی که شرک را انجام نداد، کفر را عملا انجام نداد، نماز میخواند، از جمله اهل توحید است، اما آمدو مشرک ها را عذر داد و مشرک ها را به سبب عذر داده اش یا تعویل را عذر گرفت یا خطا را عذر گرفت یا که جهل را عذر گرفت. معمولا بسیارتر عاذری ها جهل را عذر میگیرند و بعد از این مشرک ها را مسلمان گفت و به اونها عذر داد. گفت که این مشرک ها عذر دارند، ما اینها را مسلمان میگیم، تکفیر کردن ممکن نیست. انا همین انسانی که موحد بود به سبب این که
به مشرکا عذر داد و آنها را مسلمان خواند و موحد دانست و برادر دانست و به عقیده اهل سنت مبارزه برد و ضدیت کرد، این مشرک شد. این عازری است. عازری کسی که مشرک را مسلمان میگوید. در بالای همین عازری سه مذهب وجود دارد که حکمی همین عازری چیست؟ اولا مذهب جهمی ها. جهمی ها کیست؟ امروز جهمی ها قبوری ها بمانند صوفی های قبوری، بمانند رافضه ها، بمانند حزبی ها، بمانند سروری ها، بمانند مدخلی ها و بمانند بعضی از بنام سلفی لیکن عازری و جهمی ها، امین ها هستند که می آیند و می گویند که عازری هیچ کاری بده نکرد، عازری یگان مخالفت به شریعت نکرد، بلکه این کارش خوب است، موافق سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم است و این آدم در منهج حق است و ثواب میگیرد. یعنی وقتی که یک انسان را گفتی که در منهج حق است پس ثواب میگیرد. اعوذ بالله من ذلک. زیرا که این جهمی ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را عازری میگویند والعیاذ بالله صلوات الله ربی و سلام علیه. به خاطر دفاع مذهب باطل خود عازری ها آمدند و محمد صلی الله علیه و سلم را گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانشان را دیدند که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شدند، پیامبر به آنها جهل را عذر دانستند و عذر دادند و تکفیر نکردند و عازری گویا که پیامبر هم عازری بودند. اعوذ بالله. هم طعنه به صحابگان، هم طعنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم طعنه به قرآن، هم طعنه به همه علما. از همین جهت وقتی که این عازری ها می آیند و در حق بنده یا در حق دیگر طالب علم و علمای اهل سنت دروغ میگویند، هیچ باکی ندارد. اینها دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند، اینها دروغ به صحابگان بستند. صحابگان را گفتند که شرک اکبر را کردند، صحابگان را گفتند شرک اکبر را کردند. بعد از این گفتند که پیامبر اونها را عذر دادند، پیامبر را عازری گفتند. اعوذ بالله. الله خورشون بکند. پس این مذهب اول است که عازری را منهج پیامبر میگوید، او را در راه حق میداند و انمین را راه مستقیم قرآن و سنت منهج سلف صالح و بالاخره این راه ثواب درست و مستقیم میداند. والعیاذ بالله. و امروزه عازری هایی که وجود دارد، عازری های تاجیک که میبینید از همین جمله هستند. و این عازری البته شک نیست که مشرک است، شک نیست که مشرک است. و مذهب دوم در بالای عازری ها مذهب این خوارج هاست که هر انسانی که مثل خوارج تکفیر نکرد او را عازری میگویند و تکفیر میکنند. خوارج ها می آیند گناه کبیره را هم میگن که این کفر اکبر است و کسی که گناه کبیره کرد کافر است و کسی که همین را تکفیر نکند هم کافر است. از همین جهت امروز خوارج ها ما اهل سنت و الجماعت را، فرقه ناجیه طائفه منصوره را کافر میدانند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اهل سنت و الجماعت گناه کبیره را کفر اکبر و شرک اکبر نمیدانند. یک انسان زنا کرد، دزدی کرد، عرق را نوشید، اگر حرام دانسته این کارها را کرده و خود را گناهگار حسابیده باشد، این گناه کبیره کرد. این مسلمان است اما ایمانش ضعیف است. خوارج ها میگوید که نه، این کافر است. کسی که همین را مسلمان بگوید این هم کافر است و کسی که دوم آدم را کافر نگوید سیوم کافر است، سیوم را کافر نگوید چهارم را کافر نگوید پنجم الی آخره، تمام دنیا کافر میشد به خاطر گناه کبیره یا گناهی از گناه کبیره هم پایینتر. مذهب خوارج غلو است، زیرا که تکفیرشان بدون مکفر است. تکفیری بدون مکفر را کافر میگویند، همون کافر نگفته را کافر میدانند. اعوذ بالله. از همین جهت تکفیر خوارج هم به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسد. البته نه جهمی ها و نه خوارج ها در حق پیامبر هیچ سخنی نگفتند، سخنی بده نمیگند، اما لازم المذهب، ما میگیم تلازم المذهب، لازمی مذهبشون، لازمی قولشون به همون میبرد. زیرا که خوارج ها میگند کسی که گناهی کبیره کرده را تکفیر نکند عازری کافر است.
ما میگیم کسی که عرق نوشید آیا کافر است یا نیست؟ خوارج میگه کافر است. کسی که امروز کافر نگوید کافر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم عرق نوش را دیدند و تکفیر نکردند. خیلی که در صحیح امام بخاری آمده است. پس طعنه خوارج ها لازم قولشان، نتیجه سخنشان، خواهند یا نخواهند، شاء او ابا، به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به صحابگان میرسد. برای همین است که علما میگند عاقبت هر یک بدعت نتیجه اش طعنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به طعنه به صحابگان. پیش از این طعنه به قرآن و سنت است. خیلی احتیاط باشید. از همین جهت گفتند علما که بدعت سخت‌ترین گناه بعد از کفر اکبر و شرک اکبر، بعد از کفر اکبر و شرک اکبر و شرک اصغر، بعد از این سه گناه از همه وزین‌ترین گناه بدعت است. زیرا که بدعت نتیجهش طعنه است. این مذهب دوم است. البته ما گفتیم سه مذهب، لیکن بگیم چهار مذهب هم حالا به یادم آمد. مذهب سوم رو ما امروز میبینیم که یک عده آمده اند، اینها مذبذبین هستند، اینها کذابین هستند، اینها حالا اختیار نکردند در کجام جانب بودن را. به نزد اهل سنت می آیند و میگن که عازری بله مشرک است. به نزد اهل سبحان الله جهمی میروند و میگن که نه عازری مشرک نیست. بالاخره اینها میگویند که در مسئله عازری صحبت سخت نگیرید، مسئله عازری اختلافی است، هیچ باکی ندارد، عازری کسی مشرک گوید هم نگوید هم هیچ گپ نیست. میگم این مذهب باطل است، بلکه عازری اگر دیده و دانسته عذر بدهد مشرک است، اگر جاهلانه باشد حجت رسانده و تکفیر کرده میشد. این یقینی است. این مذهب اینجا اختلاف وجود ندارد. مذهب اهل سنت و الجماعت همین است بدون اختلاف. و این از مذهب جهمیه است. از همین جهت ما مذهب این را سوم نمیگیم. مذهب سوم مذهب حق، مذهب اهل سنت و الجماعت وسط است. وسط در بین جهمیه ها و در بین خوارج. در اثبات تکفیر خوارج ها در اثبات تکفیر عازر المشرک تسلسل کردند و بدون مکفر تکفیر کردند. اینها افراطی شدند. اینها خوارجند. به بالا به آسمان زدند و رفتند، غلو کردند، تجاوز حد کردند. جهمی ها باشد تفرید کردند و مسئله را به زیر زمین زدند و همه مشرک را مسلمان گفتند. اهل سنت و الجماعت هم افراط را و هم تفرید را انکار میکند و وسط است، در بین است. حق این وسطیت، حق این مابین بودن است. میگوییم اهل سنت و الجماعت میگویند هر عاذری که علم دارد، میفهمد که یک انسان به شرک اکبر و کفر اکبری ظاهر واقع شد، دید، دانست، فهمید و تکفیر نکرد، این مثل همون مشرک خودش مشرک است. اما اگر اصل تکفیر را قبول بکند، بگوید که مشرکین گفته میشد، اما در بالای یک جماعت، در بالای تنزیل کردن و همون تکفیر را واقعا تطبیق کردن اگر خطا بکند و یک جهل داشته باشد و شبهه پیدا بکند، اول حجت رسانیده می شود بدون تکفیر. اول تکفیر نکرده حجت می رسانیم، زیرا که این جاهل است. بعد از رسیدن حجت به عازری، نه به مشرک، به عازری حجت می رسانیم. بعد از رسیدن حجت اگر عازری باز به همون عقیده باطلش دوام بدهد، این جاهل هم حجت که رسید دیگه مشرک است. و این است مذهب اهل سنت و الجماعت به اجماع که نقل کردند ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی و سفیان الثوری، سفیان ابن عیینه و خلال از احمد ابن حنبل و غیر از سلف این امت اجماع نقل شد. و ما اجماع را در حلقه گذشته ذکر کردیم که گفتند و من شک فی کفره ممن یفهم ولا یجهل فهو کافر. این است مذهب اهل سنت و الجماعه. حالا فهمیدید مذهب جهمی ها را و حالا فهمیدید مذهب خوارج را و فهمیدید مذهب اهل سنت و الجماعت را. این است منهج دعوت اهل سنت و الجماعت که در هر مسئله باید اهل باطل گفته شود، عقیده باطل و اهل باطل گفته شود، هم از جانب افراط و هم از جانب تفرید. این اهل باطل باید گفته شود و این چنین اهل حق باید گفته شود و مذهب حق باید زنده کرده شود و گفته شود. بارک الله فیکم. این خیلی نه که ما بیایم فقط حق گفته رویم به همون تمام، نه، باید باطل گفته شود. منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم همین است که حق و باطل را بیان میکنید و باطل را به مردم میگید که باطل است، احتیاط باشید، برحذر باشید که جهنم است عاقبتش، و حق را بیان میکنید و میگید که به همین چنگ زنید که عاقبتش جنت است. بارک الله فیکم.
انا این بود اولا مقدمه در این مسئله. حالا من به شما حجت ها رو بیان میکنم که مناط تکفیر عذر المشرک رو بیان میکنم و شروع میکنیم به مسئله علمی مناط تکفیر عذر المشرک. یعنی چرا عذر المشرک رو ما مشرک میگوییم؟ عذر المشرک کفر بالطاغوت ندارد، زیرا که کفر بالطاغوت یکی از مقتضا و طلبات بزرگترین و اولترین که دارد این تکفیری طاغوت پرست هاست. کسی که مشرک است این طاغوت پرست است. کسی که قبر را می پرستد قبر را به خود طاغوت گرفته. طاغوت مشرک همون معبود باطلش است. یک مشرک قبر را عبادت می کند، اولیا را، صالح را، پس همین مشرک طاغوت پرست است. طاغوتش همون اولیا یا همون قبر است. کفر به طاغوت چه خیل است؟ شما باید همون طاغوت را بگوید که این کفر است و طاغوت پرستان را باید تکفیر بکنید و از اونها براءت بکنید. پس کسی که بارک الله فیکم کفر به طاغوت ندارد، این چی است؟ این مسلمان نیست. این رکن اولی لا اله الا الله را به جان آورده است. حالا مختصرا میگه ما، زیرا که مناط رو نقل میکنیم تا که شما بفهمید و بعد از این هر یک این رو شرح میتیم. دومین مناطی که عذر المشرک کافر میشد، تکفیر مشرکین از ملت ابراهیم علیه السلام است. کسی که تکفیر مشرکین را ترک کرد و به مشرکین عذر داد، مشرک را موحد خوند، البته که در ملت ابراهیم نیست. و الله گفت از ملت ابراهیم فقط سفیه و جهلا مشرکین روی میگردن. سومین مناط تکفیر آنها، کسی که عذر المشرک است این حقیقت لا اله الا الله را نفهمیده و بر بالای لا اله الا الله جهل دارد. شرط صحت لا اله الا الله چی بود؟ علم بود. علم که حقیقی پیدا نکرد جاهل است، پس لا اله الا الله صحیح نیست. چهارمین مناط تکفیر عذر المشرک این است که الله سبحانه و تعالی و رسولش را در تکفیر مشرکین دروغ میگوید و انکار میکند. الله تکفیر کرد مشرکین را، رسول الله تکفیر کردن مشرکین را، اما این عذری می آید میگد که نه، مشرک مسلمان است، مشرک موحد است، پس الله را انکار کرده است. حالا یک رئیس جمهور را بگوید که رئیس جمهور بگوید که انا این چیز جایز است، شما بگید که نه جایز نیست، چیکارتون میکند؟ نابودتون میکند. یک کسی بیاید مقابل الله سبحانه و تعالی بیستد، مقابل تشریع کرده قانونی برآورده الله بیستد و قانونی برآورده الله را میخواد وضع بکند، این حکمت چی است؟ کافر است و در روز قیامت براش عذاب عظیم است. بارک الله فیکم. و همچنین مناط ها خیلی زیاد است. اولا شروع میکنیم، کم کم شرح میدیم مناط تکفیر را، سبب کافر شدن عذری را. اولا عذری مکذب لله عز وجل. عذری الله سبحانه و تعالی را دروغ شماریده است، گفته الله را دروغ شماریده و انکار کرده است. هر کسی که تکفیر نمی کند کفار و مشرکین را، به تحقیق واقع شده است در تکذیب کردن الله سبحانه و تعالی. نه، الله سبحانه و تعالی را دروغ شمرده است و ایمانش به الله ناقص شده است و تصدیقش به الله، طاعتش به الله، همه اش نابود شده، شکسته است. امر الله کرده را، بیان الله کرده را رد کرده. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 85 بیان میکرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. هر کسی که غیر دین اسلام دین را انتخاب بکند، اختیار بکند، از او قبول نیست، هیچ وقت از او قبول نیست و از این انسان در روز آخرت از خاسرین است. اما یک کسی بیاید دین مشرکین را، مشرکین این کسایی که امروز خود را مسلمان میگند و قبر میپرستند، این کسایی که خود را مسلمان میگند و حکم الله را به جایش کانستیتوسی آوردند، اینها دینی نو پیدا کردند، دین خودشان است،
دین قبوری. هر کسی می آید و صحیح می شمارد دین کفار را، دین قبوری ها را و تکفیرشان نمی کند، به تحقیق اعتقاد کرده است که یک دین دیگر وجود دارد که در نزد الله مقبول است سبحانه و تعالی، غیر دین اسلام. این هم تلازم القول است، این لازمی قول، یعنی نتیجه قول عازری ها همین است. ما مذهب سلف را خوب میدانیم که سلف صالح به تلازم المذهب تکفیر میکردند. در صفت کلام هم نتیجه تکفیر از سبب نتیجه سخن است، تکفیر از سبب نتیجه سخن است. لازم القول عازری ها، نتیجه سخن عازری ها که نه مشرک عذر دارد، مشرک مسلمان است میگویند، همین است که یک دین قبوری دیگر وجود دارد، که مسلمان های موحد وجود دارند، مسلمان های قبر پرست وجود دارند. اعوذ بالله من ذلك. سبحان الله. پس هر کسی که مسلمان نیست این کافر است. هیچ وقت اسلام و کفر در یک جا جمع نمی شود، توحید و شرک در یک جا جمع نمی شود. در یک بنده هم شرک هم توحید جمع نمی شود. شرک آمد توحید نابود شد، شرک اکبر آمد توحید نابود شد. یکی اش به وجود آید دیگرش نابود می شود، زیرا که الشرک و التوحید نقیضانی لا یجتمعانی. شرک و توحید دو نقیض است که در یک جا جمع نمی شود. توحید حقیقی بیاید باید شرک نابود بشود، شرک بیاید توحید حتما نابود می شود. سبحان الله. انا همین است، یا اینش یا اینش. پس هر کسی که تکفیر نکند کفار مشرکین را، هیچ شک نیست که آدمی که مشرک و کافر را تکفیر نکرد، هیچ شک نیست که همونهای مسلمان دانست، حکم کرد به مسلمان بودن اینها، به موحد بودن اینها. نتیجه سخنش این است که پس یک دینی دیگر وجود دارد که در این دین قبر پرستی وجود دارد و مقبول است. اعوذ بالله. پس این الله سبحانه و تعالی را دروغ گفت، پس این مشرک شد. بدانید برادران و خواهران عزیزم، زمانی که الله سبحانه و تعالی یک حکم را بیان کرد، گفت این کفر است و شرک است و کسی که من عمل را انجام میدهد کافر است و مشرک است، به من و شما فرض عین است که عیناً گفته الله سبحانه و تعالی را به جا بیاریم. الله سبحانه و تعالی حکم کرد که حکم کرد و بیان کرد که یهود و نصارا کافرند، مجوس کافرند، مشرکین کافرند. هر کسی که به اونها موالات میکند کافر است. یا که حکم کرد به کفری هر کسی که دعای غیر الله را میکند، یعنی خود را مسلمان میگه دعای غیر الله را میکند، به مانند مشرکین قریش، به مانند امروزه مشرکین قبوری ها. یا شرک در حکمش در حکم الله شریک قرار میدهد، یا در تشریع شریک قرار میدهد، قانون میبرارد. این مشرک است. و یک نفری دیگر آمد و شک کرد در کافر بودن همین انسان، یعنی نتوانست، مسلمان هم نگفت کافر هم نگفت، این هم مشرک است مثل نمون. یا آمد و گفت که این کافر نیست، این عمل اینها کفر دون الکفر است، این هم خودش کافر است. زیرا که بار دیگر میگیم یکمین منات چی است؟ به خاطر چی کافر است؟ به خاطر اینکه الله را دروغ شمارید. زیرا که الله سبحانه و تعالی تکفیر کرد مشرکین را. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر می فرماید بارک الله فیکم و ما یدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سوره مومنون آیت 177. هر کسی که دعا میکند و عبادت میکند با همراهی الله یک اله دیگری را، در حالتی که برهان حجت ندارد به همین عملش، همانا که حسابش در نزد الله هست و الله هیچگاه نجات نمیدهد کافران را. پس کسی که عبادت میکند غیر الله را کی بوده است؟ کافر بوده است. الله بیان کرده ایستاده است که کسی که غیر الله را عبادت میکند کافر است. اما کسی که میباید که نه، این جهل دارد، عذر دارد،
اعوذ بالله در کجای قرآن الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح گفته باشد که جهل عذر است؟ در حالتی که الله سبحانه و تعالی عذرها را آشکار ذکر کرد و گفت و من کفر بعد ایمانی الا من اکره، فقط اکراه را ذکر کرد، عدم قصد الفعل را. یا الله را شما میگید که فراموش کرد، یا رسول الله را فراموش کرد میگید. اعوذ بالله. هر راهی که شما میروید عذری ها، این طعنه به الله و رسول و کفر یک کفر دیگر است. راهی گریزی ندارید. فقط یگانه جایی که شما باید به همون جا دوان و تازان و گریزان بیایید منهج صحیح است. دیگر همه جا برای شما محکم است، کفر است و شرک است. هر دروازه‌ای که می‌دارید به خاطر دفاع عذری، کفر است و شرک است. سبحان الله. پس آیت دیگر آمد. الله سبحانه و تعالی میگوید إن الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آنهایی که بین خود و بین الله واسطه قرار گرفتند، اولیا گرفتند، اینها گفتند که ما این واسطه را عبادت نمیکنیم، بلکه اینها ما را به الله میرسانند. الله اینها را در بینشان در روز قیامت حکم میکند و الله هدایت نمیکند دروغگویان و کافرها را، کفار، کافرهای سخت را. الله آشکار واضح گفت که کسانی که واسطه بین خود و بین الله میگیرند اینها مشرکند، واسطه های نامشروع قبوری. الله سبحانه و تعالی گفت و این احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر یک نفر مشرک از تو طلبی امن بکند و از تو طلبی شنیدنی سخن الله را بکند، تو به این مشرک امن و امانت بده تا که به نزدت بیاید، سخن الله را به او برسان. بعد از اینکه سخن الله را رسانیدی باز اجازت بده به همون جای خودش با امن و امانت بازگردد، زیرا که اینها مشرکند و اینها نمیدانند. یعنی مشرک بودنشان از سبب جهل و جاهلی است. پس جهل یا تعویل در این مسائل کبار، مسائل اصول الدین، شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر عذر نیست. در دشنام الله، دشنام رسول الله، استهزاء دین، الله را در بالا بودنش را انکار کردن جهل عذر نیست، زیرا که این مسائل اصول دین است نه احکام. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی میگوید هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم. آیا ما به شما خبر بدهیم او راه گم کرده ها را، زیان کشیده ها را، آنهایی که راه را گم کردند و گمراهند و زیان کشیدند اما فکر میکنند و گمان میکنند که آنها هدایت یافتگانند؟ و اینها که هستند؟ کفار هستند. پس این آیت ها همش دلالت میکند که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر را میکند چی است؟ مشرک است. آیت ها خیلی هم در این مسئله زیاد است که جهل یا تعویل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. اما مقصد ما اینجا چیست؟ مقصد ما اینجا عذر المشرک را بیان بکنیم، زیرا که ما در مسئله جهل و عذر نبودن خیلی حلقه های زیاد را کردیم. اما حالا مناط اول عذر المشرک، سببی یا اولین سببی که عذر المشرک مشرک می شود، انا همین آیت ها را داند، همین آیت ها را می داند اما نمیگوید. باز از پیش خودش میگد که مشرک مسلمان است، موحد میگوید. اعوذ بالله من ذلك. همه این آیت های الله را انکار کرده، الله را دروغگو گفته، این خودش مشرک شد. سبحان الله. زیرا که این آیت های صریح محکم در تکفیر مشرکین آمده است. اما عاذر باشد دروغ شمارید این آیت ها را، این آیت های صریح را، کافر شد. خوب دقت بدید، مسئله خیلی هم خطرناک است. حالا کلام علما رو در این مسئله میاریم. کلام علما بمانند ابا بطین رحمه الله که میگویند فمن قال
إن من أتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر لأن قائل هذا القول مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين. كتاب الدر السنة في الأجوبة النجدية مجلة دهم صفحة 250 و این چنین نظر بکنید به کتاب مجموعة الرسائل مجله یکم صفحه 660. ابو بطین رحمه الله یکی از مفتیات و علمای نجد میگویند که هر کسی بگوید که یک کس عقیده داشته باشد و بگوید که هر کسی که شهادتین را بگوید و نماز بخواند این انسان را تکفیر کردن جایز نیست اگرچه غیر الله را عبادت بکند. هر کسی که این سخن را بگوید این کافر است میگن فهو کافر، این کافر است. و من شک فی کفره، هر کسی که در کافر بودن همین عاذری هم کفر کند اینم کافر است. یعنی حتی علما گفتن که در روزی گذشته که به نفر سوم هم بعضیش رفتند. فهو کافر لأن قائل هذا القول، زیرا که گوینده این سخن دروغ شمارید الله سبحانه و تعالی را، دروغ شمارید رسول الله را و دروغ شمارید اجماع مسلمان ها را. امروزه عاذری هایی که شما در این جماعت ها میبینید، در همین زمان خودمون میبینید، عیناً همین چنین هستند یا نیستند؟ میگویند که کسی که شهادتن را میگوید، نماز میخواند، شما حق ندارید که ای را تکفیر بکنید اگرچه قبر پرست باشد، اگرچه یا که پدر و مادر خود را اگرچه قبر پرست باشد یا چه یا این و آن میگویند و بالاخره مشرک را مسلمان میدانند. ببینید شیخ ابو بطین میگن که فهو کافر، این کافر است. و من شک فی کفره، و هر کسی که در کفری همین عاذری شک بکند اینم کفر است. اگر البته که این شرط و شروط دارد، دیده و دانسته و فهمیده با عاذری را دفاع کند، پس مذهب عاذری را دفاع کرده است و خودش مشرک میشد. و بعضی از علمای نجد در کتاب در السنیه فی العجدة النجدیه اومده است مجله نهم صفحه 291 که میگویند من لم یکفر المشرکین، هر کسی که مشرک ها را تکفیر نکند، فهو کافر مثلهم وان كان يكره دينهم ويحب الاسلام فان الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن. هر کسی که تکفیر نکند مشرک ها را، پس این عاذری شد، پس همون عاذری خودش کافر است مثل مشرک ها، زیرا که این چی؟ ببینید همین عاذری میگن کافر شد مثل مشرک ها اگرچه همین عاذری بد بیند دینی مشرک ها را، یعنی مشرک ها را بد میبیند، همون فعل شرکشان بد میبیند و یحب الاسلام، اسلام دوست میدارد. اما بدونید که میگد فإن الذي لا يكفر المشركين، کسی که تکفیر نمیکند مشرک ها را، غیر مصدق بالقرآن، حالا قرآن را تصدیق نکرده است. این سخنهای علما در مسئله این که مناط اولی تکفیر عاذری ها این است که آنها الله دروغ شماریدند، رسول الله دروغ شماریدند، قرآن دروغ شماریدند، اینها مصدق نیستند، صدق ندارند. بارک الله فیکم. قاضی عیاض در کتاب الشفا میگن که من اتی بالشهادتین و صلى و صام و عبد غیر الله فهو کافر و من شک فی کفره فهو کافر مکذب لله و لرسوله. هر کسی که شهادتین را بگوید، نماز خواند، روزه دارد و بعد از این قبر پرستی کند، پس این چی است؟ فهو کافر بعینه، فهو اشاره به عین، این کافر است. و هر کسی که شک در کافر بودن همین قبر پرست بکند، در حالت شک کردنش هم کفر است، زیرا که این الله و رسول دروغ شمارید است. پس حالا دیدید سخنهای علما را ما آیا از پیش خود سخن گفته؟ نه، دین ما چخیلی که دیده شده از قرآن و از سنت و از اقوال سلف این امت است و از اقوال علمای اهل سنت و الجماعت است. این مناط مکذب لله و لرسول، یعنی عاذر المشرک دروغ شمارنده الله و رسول و قرآن و سنت است. انا این علما بیان کردند. این مناط اولی کفر عاذر المشرک بود. بنویسید، از یاد بکنید. یکمین سبب و مناطی که به سبب همین و به همین مناط ما تکفیر میکنیم، این مکذب لله است. عاذری دروغ شمارنده الله است، قرآن و سنت و اجماع است. میگذاریم به مناط دوم. عاذری دومین مناط تکفیرش، دومین سبب که ما به همین سبب او را تکفیر میکنیم این است که
عذری به سبب این که مشرک را مسلمان گفت حقیقت اسلام شکست و به اسلام صحیح و مقبول و درستی که ما میدانیم به همون اسلام صحیح درست نآورد. زیرا که اسلام چیست و کدام وقت انسان مسلمان می شود و اسلامش قبول است؟ اسلام الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرک و اهله. 4 قاعده دارد. کسی که خود مسلمان میگوید باید اسلام فهمد و همون 4 رکن اسلام به جا بیارد. تسلیم شود به تمام توحید و توحید را داند و عمل داشته باشد و براءت از شرک و از مشرکین داشته باشد. براءت، رکن اولی براءت تکفیر است. تکفیر نباشد براءت نیست. براءتی که بدون تکفیر است دروغ است و این جهالت بر دین است. پس کسی که مشرک را مشرک نگفت اسلامش، رکن اسلامش حالا به وجود نآمده است. سبحان الله. زیرا که یکی از قاعده ستون بزرگ اصل و رکن اسلام، حقیقت اسلام این براءت از مشرکین، تکفیر کردن مشرکین است و اسلام یگان انسان صحیح نمی شود مگرم در حالتی که باید تکفیر کنید مشرک را. تکفیر نکردید اسلام وجود ندارد. علما رحمه الله همین سخن را ببینید چی میگویند. میگویند که علمای نجد خیلی که در کتاب الدر السنه فی العجزة النجدیة مجله 10 صفحه 53 آمده است: لا يصح الاسلام الا بالبراءة منهم و تکفیرهم. اسلام صحیح نمی شود بجز یا مگرم در حالتی که شما براءت کنید از مشرکا و تکفیرشون بکنید. و علمای نجد گفتند هر کسی که بگوید که من مسلمانم، لا اله الا الله میگویم، نماز و روزه میخونم، اما من به مشرکا کار ندارم، مشرکا را تکفیر کردن این وظیفه ما نیست، من به اونها کار ندارم، یا بعضی امروزه اومده این بی‌ادبی اینو میگن. هر کسی که همچنین بی اهمیتی بکند در حق مشرکین، فهذا لا يكون مسلما، پس این آدم مسلمان نیست. نظر کنید به کتاب الدر السنه فی العجزة النجدیة مجله 10 صفحه 140. این سخن محمد بن عبدالوهاب است که کسی که خودش مسلمان میگد، روزه میدارد، نماز میخواند، همین عمل میکند، میگد که لا اتعرضوا للمشرکین والقباب، من به این مشرکا کار ندارم، به قبه های این مزارها کار ندارم، بید به من اهمیت، به این مثلا به من صحبت نکنید، این اون خودش شک میکشد، این مشرک است. عبداللطیف در کتاب المصباح میگن که ان تکفیر المرتدین داخل فی مسمى الاسلام، تکفیر کردن مرتدین، تکفیر کردن قبوری ها، این داخل به همون نامگذاری در اسلام است. همون اسلام نام دین ما معنایش همین تکفیر مشرکین است. حتی نام اسلام، نام دینت را حالا تو نفهمیدی، عذری بیرو اقل کلمه اسلام را یک بار بفهم که اسلامی که تو دین من است میگویی چی معنی دارد و همین اسلام کی به وجود میآید. این دومین مناط تکفیری عذری ها است. سومین مناط تکفیر، سومین سببی که به همین سبب عذری ها کفر می شود این است که عذری توحیدش را باطل کرد به سبب مشرک ها را عذر دادن و مشرک را مسلمان گفتن و به شرک واقع شد. چگونه؟ بدانید که به وجود آمدن توحید را تصور کرده نمی شود مگرم با تکفیر کردن کفار و با دشمنی کردن با اینها. یعنی توحید به وجود نمی آید تا همان زمانی که کفار و مشرکین را تکفیر نکنید. توحید نیست تا همان زمانی که کفار و مشرکین مشرک گفته شود و با آنها دشمنی کرده شود. توحید را توحید نامیده نمی شود زمانی که در او توحیدی که شما داره تکفیر مشرکین نیست، زیرا که توحید این یک دینی که، این یک راه و منهجی که یک تا پرستی الله هست و کسانی که غیر الله را عبادت میکنند اونها را بگوید که اینها موحد نیستند، یعنی مسلمان نیستند. مسلمان و موحد نباشند که هستند مشرک هستند. شیخ عبداللطیف
رحمه الله علماء نجد میگن که لا يتصور ان احدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. در کتاب الدر السنیه فی المجله النجدیه مجله 8 صفحه 159 میگن که تصور کرده نمی شود، به وجود آمدنش ناممکن است که یک انسان توحید را بگوید که من فهمیدم، من به توحید عمل میکنم بگوید، اما دشمنی به مشرکین ندارد. این خیلی انسان ها را موحد گفته نمی شود. پس سوال اینجاست که کسی که قبوری ها را مسلمان میگوید آیا به اونها دشمنی کرده میتواند؟ نمیکند. برای همین امروزه عازری ها را میبینیم که مشرک ها را برادر میگوید، کمونیست ها را برادر میگوید. الله المستعان. شیخ عبدالرحمن ابن حسن در زیر همین مناط سومین در تکفیر عازری ها میگن که فلا يكون المرء موحدا الا بنفی الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. یک انسان موحد نمی شود تا همان زمانی که شرک را نفی بکند، شرک را انکار بکند و براءت بکند از شرک و تکفیر بکند من فعله، هر کسی که شرک را انجام میدهد. ببینید خوب دقت بدید، هیچ انسان موحد گفته نمی شود تا همان زمانی که شرک انکار کند، براءت کند از شرک و تکفیر کند کسی که همین شرک را انجام میدهد. نظر بکنید به کتاب الدر السنیه فی الاجوبه النجدیه مجله دوم صفحه 250. سومین مناط تکفیر عازری ها بود. چهارمین مناط تکفیر عازری ها علما میگند هر کسی که به مشرک عذر میدهد و مشرک را مسلمان میداند، سبحان الله، تارک التکفیر عازری، انکار کننده تکفیر مشرکین، ترک کننده تکفیر مشرکین، شهادتینش میشکند، رکنها و شرطهای شهادتینش نابود میشود. ببینید هر کسی که لا اله الا الله میگوید با او لازم است، فرض عین است که موالات بکند صاحبی همین کلمه را، هر کسی که همین کلمه را گفته و تطبیق و عمل میکند به همون موالات و دوستی بکند و دشمنی بکند و بغض و عداوت داشته باشد به همون انسان هایی که مخالف این کلمه عمل و زندگی میکنند و تکفیرشون بکند. انمین است نفی لا اله الحق، انمین است که یعنی نیست معبودی بر حق، یعنی همه این معبودهایی که امروز در این دنیا پرستیده میشوند، از درخت و از قبر و از انسان و از حاکم و از قانونبرار و از قانونساز و از حکم کننده به حکم غیر الله، اینها همشون طاغوت هستند و کافر و مشرک هستند و هر کسی که همین طاغوت ها را عبادت میکند اینها هم طاغوت پرست و کافر هستند. انمین است نفیه که باید شما بکنید رکن اولی لا اله الا الله و انمین است کفر به طاغوت. هر کسی که تکفیر نکند مشرک ها را، پس نه موالات به موحدین کرده است نه براءت از مشرکین کرده است. زیرا که هر کسی که براءت از مشرکین ندارد پس موالات حقیقی هم ندارد. موالات حقیقی به اهل توحید همون وقت است که مشرک را مشرک بگویی، مشرک را مشرک گفتی، پس تو موالات به اهل توحید کردی. سبحان الله. ببینید کسی که عازری هست نه موالات دارد نه براءت دارد، نه کفر بالطاغوت دارد. رکن اولی لا اله الا الله را نفی که هست، کفر بالطاغوت که هست، براءت که هست، تجرد و خالص شدن از شرک است، از اهل شرک خالص شدن است، یعنی خالص شدن، دور شدن از اهل شرک است. این رکن اولی لا اله الا الله. لا اله وقتی که گفتید معناش همین است، براءت کردن، انکار کردن، خالص شدن، دور شدن از شرک و از اهل شرک و تکفیر کردن اینها. پس این انسان حالا مسلمان نیست و حالا لا اله الا الله رو نفهمیده است. سبحان الله. ببینید شیخ عبدالرحمن ابن حسن رحمه الله میگن که لا بد من تکفیرهم و هذا مقتضى
لا إله إلا الله كلمة الإخلاص فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا. كتاب الدرر الثانية في الأجدة النجدية مجلة دوم صفحه 205. لازم است، ضروری است تکفیر کردن آنها مشرکین و همین تکفیر کردن مشرکین از مقتضا طلبات، یکی از مهمترین طلبات لا اله الا الله کلمت الاخلاص است. هیچ وقت معنای لا اله الا الله پره و کامل نمی شود مگرم در حالت تکفیر کردن کسی که به الله شریک قرار داده است. همون زمانی که مشرک رو تکفیر نکردی کلمه لا اله الا الله حالا پره نیست، حالا پره نیست، حالا تو در گرد و اطراف اسلام گشته، حالا به درون اسلام ندار آمدی، تو چی میخواهی بگو، چی گریه و ناله داشته باشی بگو، لیکن در روز قیامت این همه عبادت کردت هیچ ذره به تو فایده نمیده. چرا که تو به اسلام حالا ندار آمدی، حالا معنای لا اله الا الله پره نیست. این سخنی کی است؟ شیخ عبدالرحمن ابن حسن صاحب کتاب فتح المجید و قرة الموحدین، علامه و مجددین اهل السنه والجماعه. و در جای دیگر در کتاب الدرر الثانیة في الأجدة النجدية مجله 11 صفحه 523 عبدالرحمن ابن حسن سخنشون آمده است که میگن التکفیر من معنى لا اله الا الله مطابقة، تکفیر کردن مشرکین از معنای لا اله الا الله است مطابقة. ما نمودهای دلیل را داریم، دلیل المطابقه، دلیل التضمن، دلیل الالتزام. این یک قاعده دلیلگیری از علم اصول فقه است. مطابقة یعنی نطقا و راست و درست و 100% از جانب ها نیست، از خود لا اله الا الله است تکفیر مشرکین. شیخ الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله میگن که من قال انا لا اتعرض الساده والقباب فهذا كاذب في قول لا اله الا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. نظر کنید به کتاب الرسائل في المسائل مجله 4 صفحه 33. هر کسی بگوید که من هیچ ضدیت یا هیچ کار به همون طاغوت ها یا که کسایی که به شرک واقع شدن به اونها ندارم، به قباب و به همون مزارهایی که در اونجا شرک میشود به اونها ندارم، پس همین انسان ها خود را مسلمان میگند لیکن من به مشرک ها کار ندارم میگند. این دروغگو هست در قول لا اله الا الله. همون لا اله الا الله گفتهش به صدق نیست، صدق شرط صحت لا اله الا الله را ندارد، این دروغگو است، به کفر کذب واقع شده و ایمان به الله ندارد و کفر به طاغوت نورزیده است. این چندم است؟ چهارمین مناط کفر عاذر المشرک است. ما الان مناط رو ذکر کرده استیم. پنجمین مناط عاذر المشرک، علما میگویند عاذر المشرک وقتی که مشرک را مسلمان گفت که جهل عذر است، اینها بیچاره‌اند، همه عباد القبور را مسلمان گفت، اعوذ بالله، در همین سخنش این ایمان به طاغوت آورد و کفر به طاغوتش نابود شد و کفر به طاغوت ندارد. شیخ عبدالرحمن ابن حسن میگویند لو عرف العبد معنى لا اله الا الله لعرف ان من شك او تردد في كفر من اشرك انه لم يكفر بالطاغوت. کتاب الدرر الثانیة في الأجدة النجدية مجله 11 صفحه 523. یعنی اگر یک بنده الله معنای لا اله الا الله را بفهمد، حتما میداند و میفهمد که هر کسی که شک بکند، تردد بکند در کفر کسی که شریک به الله می آورد، پس این آدم کفر به طاغوت ندارد. معنای سخن را شاید خوب نفهمیدید. یعنی من و شما امروز ای اهل توحید اگر معنای لا اله الا الله را خوب فهمیده و دانسته باشیم، ما میدانیم که هر کسی که شک کند، هر کسی که شک و تردد بکند در کفر مشرکین، در کافر بودن اونها، این کفر به طاغوت ندارد. یعنی من شما میدانیم که عاذری ها کفر به طاغوت ندارد. ششمین مناطش، یعنی بگویم عاذر المشرک کفر به طاغوت ندارد. ما پیش از ششمین به همین جا کمی می استیم که الله سبحانه و تعالی در سوره 256 سوره بقره چی گفت؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
اولین فرضی که الله سبحانه و تعالی به بندگانش کرد این کفر به طاغوت است و بعد از این ایمان به الله است. اول این کار میکنی بعد ایمان میاری. اول کفر میورزی به همه اون الههای باطل و ترکش میکنی و بعد از این ایمان به الله میاری. الله گفت هر کسی که کفر ورزد به طاغوت و ایمان بیارد به الله به تحقیق به چنگ زده است بر اسمان قوی، یعنی به لا اله الا الله، یعنی مسلمان است. هر کسی که تکفیر نکند مشرک ها را دیده و دانسته و فهمیده علم دارد تکفیر نکند اونها را مسلمان و موحد بگوید کفر به طاغوت ندارد، زیرا که یکی از مقتضاهای اولین طلبات کفر به طاغوت این تکفیر طاغوت است. کفر ورزیدن به طاغوت بدون تکفیر طاغوت و طاغوت پرست ناممکن است. هر کسی که میگوید که من کفر به طاغوت دارم اما طاغوت را تکفیر نمی کند یا که طاغوت پرست ها را تکفیر نمی کند، زیرا که بعضی از طاغوت ها چخیلی که گفته معنوی یا که طاغوت های خشکی جماد هستند. طاغوت قبر طاغوت است، ما قبر را تکفیر نمی کنیم، میگیم کفر است، قبر پرستی کفر است. اما کسانی که می پرستند طاغوت پرست هستند اینها را ما باید تکفیر کنیم تا که کفر به طاغوت ما به وجود آید. اولین فرضی که الله کرد همین بود و همه پیامبران به سوی تکفیر مشرکین دعوت میکردند. خیلی که یکی از علمای اهل سنت و الجماعت در زیر آیتی ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت میگن. الله سبحانه و تعالی در این آیت میگه که به تحقیق به همه امت، خواه به امت مسلمان ها پیش از این از حضرت نوح علیه السلام به حضرت موسی به هود و صالح و دیگر همه پیامبران ما چی کردیم؟ ما این پیامبرها را فرستادیم و این پیامبرها به چی دعوت میکردند؟ امتشون رو، قومشون رو به چی دعوت میکردند؟ به کفر بالطاغوت. ان اعبدوا الله، یگانه الله را عبادت کنید، و اجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت بکنید. اجتناب از طاغوت را سلیمان ابن سحمان میگن که ای بغضهم و تکفیرهم و عداوتهم و نابود کردنشون در حالت قدرت. بارك الله فيكم. ما اتى النبي الا بتكفير المشركين. میگن که یگان پیامبر نه آمد مگرم با تکفیر مشرکین آمد. پس تکفیر این دین همه پیامبران است. پس یکی از مناطهاش چی است؟ یکی از مناط ششم بگوییم این است که کسی که عاذری هست دینی همه پیامبران را انکار کرده است، از دین محمد صلی الله علیه و سلم شروع کرده تا دینی دیگر پیامبران را، زیرا که همه پیامبران به کفر بالطاغوت دعوت میکردند و تکفیر مشرکین دعوت میکردند. الله المستعان. این وقت خیلی دور و دراز شد، حالا ما مناطهای زیاد داریم و صحبتهای زیاد داریم. من فکر میکنم باقی مانده مناطها و باقی مانده صحبتها را به فردا میگذاریم، زیرا که حجتها خیلی زیاد است. مناط ما 5 تای دیگر مناط ماندگی است. کسی که کفر بالطاغوت بگویم کسی که عاذر مشرک را تکفیر نکند، به عقیده الولا و البرا اعتقاد ندارد، عقیده الولا و البرا شکست. کسی که مشرک را مشرک نگوید شک و ریب در دین دارد. کسی که مشرک را مشرک نگوید این به انکار واقع شده است. و همچنین کسی که مشرک را مشرک نگوید از ملت ابراهیم علیه السلام نیست که ملت ابراهیم علیه السلام باید خوب واضح کرده و خیلی بیان کرده شود که ملت ابراهیم چیست. ملت ابراهیم خود خیلی باید بیان کرده شود. بیاید مختصرا 8 دقیقه دیگر بیان میکنیم تا که 1 ساعت شود. بعد از این با سوال جواب شروع میکنیم. میگیم که 7مین مناط این است که هر کسی که مشرک را عذر داد و مشرک را مسلمان گفت این کفر ورزید به عقیده الولا و البرا، و عقیده الولا و البرا این ندارد. عقیده الولا و البرا از اصول دینی ماست، البته کفر است، زیرا که بزرگترین حقیقت، بزرگترین رکنی این الولا و البرا تکفیر کفار و دشمنی کردن به کفار است. کسی که مشرک را کافر نمیداند عذر میدهد، نه موالات به موحدین دارد نه براءت از مشرکین دارد. براءت از مشرکین ندارد زیرا که مشرک را مسلمان میگوید، موحد میگوید، برادر میگوید. موالات به مسلمین ندارد زیرا که مسلمان و مشرک را برابر کرد. موالات همین است که باید
براءت از مشرکین بکنی، وقتی که براءت از مشرکین کردی او موحدین رو بعد موالات بکنی. براءت من الله و رسوله، الله براءت خود را اعلان کرد و رسولش براءت خود را اعلان کرد از مشرکین. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، همانو که الله بری هست از مشرکین و رسولش، براءت خود را اعلان کردن، یعنی تکفیر کردن. براءت بدون تکفیر نمیشد، کفر است، مشرک قبول نیست. چه که حدیث های زیاد به این دلالت دارد. الله ترک کرد مشرک ها را. الله مشرک را وقتی که گفتیم که براءت کرد، براءت خود را الله رسول اعلان کردند، الله ولی مشرکین نیست، همه این تکفیر است. ترکت و شرک، الله میگه من ترک کردم شرک و مشرک ها را. اما کسی بیاید و اونها را مسلمان بگوید، چگونه براءت میکند از مشرکین؟ اگر بگوید که این مسلمان است، جهل عذر است، این مسلمان است، و بعد از این بگوید که من براءت میکنم، چگونه براءت میکنه؟ یک کسی را که گفتی که مسلمان است براءت کرده نمیشد، زیرا که اولین رکن براءت تکفیر است. اگر خواهی که براءت بکنی مشرک را باید مشرک بگویی، بعد براءت به وجود می آید. تو بگویی که این قبر پرست ها جهل دارند و جهلشان عذر است، اینها مسلمان بیچاره و مظلوم هستند، من براءت میکنم از این مسلمان ها، بگویی یک شریعتی نو ساختی، مخالف هستی و براءت دروغ است، زیرا که تو باید تکفیر بکنی. براءت بدون تکفیر به وجود نمیاد. رکنی براءت این تکفیر است. الله المستعان. ابن تیمیه رحمه الله میگن فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا الله ولا يبغض إلا الله ولا يوالي ولا يعادي إلا الله. سبحان الله، من ببخشید عباره رو البته غلط به شما بیان کردم، من حالا نظر میکنم که اینجا غلط بیان کردم. فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه. در کتاب مجموع الفتاوی مجله 8 صفحه 337. همانا که تحقیق شهادت به توحید، یعنی وقتی که شهادت دادید به کلمه توحید، وقتی که گفتید که من گواهی میدم که نیست معبودی بر حق بجز الله، از شما می طلبد، طلباتش همین است که تقاضا میکند که تو باید دوست نداری مگرم به خاطر الله، و بد نبینی مگرم به خاطر الله، و دوستی نکنی و دشمنی نکنی مگرم به خاطر الله، و دوست بداری آن چیزی رو که الله دوست داشت و بعد ببینی آن چیزی رو که بد دید الله بد دید. پس هر کسی که تکفیر مشرکا رو ترک میکند او مجبور است، او لازم است که دین این مشرکا رو صحیح بداند و به اونها حکم کند که مسلمان است. وقتی که اونها رو مسلمان گفت، اونها رو اولیای الله بداند. ببینید ما چرا عازر المشرک کفر میشد میگیم. ببینید وقتی که یک کس شرک اکبر رو میکند، الله گفت که این مشرک است. عازر المشرک میاد میگه که نه این مسلمان است، جهل عذر است. وقتی که او را مسلمان گفت، پس کاری کرده او درست است، پس او موحد است، پس او ولی الله است. او براءتی که الله کرده بود گویا که نیست، پس او اولیا شد، به الله دوستی الله شد، و در نتیجه خودی همین عازری به او موالات میکند، به کسی که دشمن الله است. سبحان الله. از همین جدیم با چی میشد؟ مشرک میشد. هشتمین مناط کفر بالطاغوت، کسی که بگم هشتمین مناط عازر المشرک این است که عازر المشرک به شک و به ریب و به تردد واقع شده است. عازر المشرک کسی هست که شرط صحت لا اله الا الله، شرط دومش که یقین است، همون شرط یقین از وی نابود شده است. توحید ما کی قبول می شود؟ همون وقتی که یقین به وجود بیاید. اسلام ما کی قبول می شود؟ همون وقتی که یقین به وجود آید. عازر المشرک یقین ندارد، شک دارد. پس هر کسی که در قلب شک به وجود می آید در چیز از امور دین،
از دین خارج می شود. کسی که عذر المشرک است یا که شک در کافر بودن مشرک میکند، این یقین ندارد به یک مسئله یکی از مسائل رکن اصول دین است. کسی که تکفیر را ترک میکند، همون یقینش تحقق پیدا نکرده، یکی از شرط های صحت لا اله الا الله به وجود نآمده. سبحان الله. و یقین به همون دلالت کلمه و به طلبات کلمه ندارد. سبحان الله. پس ریب، شک، تردد، گمان و اینها همه شکننده های ایمان است، شکننده های تصدیق است و این از صفات های کفار و مشرکین است که به یکی از احکام الله سبحانه و تعالی یقین ندارند. ما باید به همه احکام الله یقین داشته باشیم. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى میگه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صادقا مؤمن و موحد کیست؟ همانا که مؤمنان همان کسانی هستند که ایمان به الله و رسول آوردند و بعد از این شک و شبهه نکردند. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شک و شبهه به یگان احکام الله نکردند. تکفیر این احکام الله است، شک و شبهه نکردند. سبحان الله. عذر المشرک با کفر انکار و رد واقع می شود. از همین جهت هم علما تکفیرش میکند. یکی از امرهای معلوم من الدین بالضروره، تکفیر کردن مشرک معلوم من الدین بالضروره است. همین را انکار میکند و رد میکند. زیرا که ببینید تکفیر این رکن از توحید است، تکفیر این از کفر بالطاغوت است، تکفیر از ملت ابراهیم است، تکفیر این از الولاء و البراء است. هر کسی که این کارش بکند پس این کافر است به یگان خلافه، به اجماع. کافر بودنش میگن سخت‌تر از این است که یک کسی بیاید و نماز را انکار کند. کافر است یا نیست؟ بله کافر است. یک کسی بیاید و تکفیر کردن مشرکان را انکار کند، از انکار کردن نماز هم کفرش سخت‌تر است و وزمین‌تر است. پس برادران عزیزم بارک الله فیکم، از همه این جهت ها عذر المشرک کافر حساب می شود. به نهایت بگوید سبب های کفرش زیاد است، دروازه های کفر عذر المشرک خیلی زیاد است، خیلی مشکلی سخت دارد، در اصل دین است. لیکن ما ببینید ملت ابراهیم علیه السلام را امروز بیان کرده نمی توانیم. ان شاء الله سبحانه و تعالی فردا هم درس ما در باره انمین عذر المشرک است و ملت ابراهیم علیه السلام را که الله سبحانه و تعالی من و شما را به پیروی همون ملت امر کرده است بیان میکنیم و بعد از این تکفیرهایی که الله در قرآن عذری ها را تکفیر کرده است، تکفیرهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم عذری ها را تکفیر کردند، صحابگان عذری ها را تکفیر کردند، سلف این امت عذری ها را تکفیر کردند و دیگر قول های علما را بعد از این ذکر میکنیم. حالا ما اول مناط را ذکر کردیم، یعنی اول سبب تکفیر را ذکر میکنیم، بعد از این دیگر تکفیر الله و تکفیر کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم که الله تکفیر کرد مشرکین را، الله تکفیر کرد بگیم عذری ها را و رسول الله صلی الله علیه وسلم تکفیر کردند عذری ها را بیان میکنیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. خواهش میکنم این درس رو که درس خیلی قوی و علمی هست بنویسید و این مناط را یک یکش را از یاد بکنید و به دیگران برسانید. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.